رزق و روزی عنایت بفرما، قرضی هایشان را ادا بفرما، مریض هایشان را شفا عنایت بفرما. پروردگار اموات اونها را ببخش و بیامرز، هموم و غموم را از اونها دور بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. بینندگان محترم، کلام ما در مطائن عثمان ابن عفان بود و مطائن عثمان ابن عفان بی حد و بی حساب هست. بعضی از این مطائن فسق صریح را ثابت می کند و بعضی از این مطائن کفر را ثابت می کند. حالا با ملاحظه با مطائنی که فسق را ثابت می کند، فاسق نمی تواند جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار بگیرد، و مطائنی که کفر را ثابت می کند، کافر نمی تواند جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بشود. و بینندگان محترم، هر کدامی از این مطائن به تنهایی خودش مذهب عمریه را از اساس ابطال می نماید. و ما مکرر خدمت شما بینندگان عزیز به عرض رسانده ایم که بیان نمودن مطائن ابی بکر و عمر و عثمان و عایشه و امثالهم، این یکی از بهترین اسباب هدایت خلائق به سوی اهل بیت علیهم السلام هست. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مکه مکرمه بت‌ها را شکست. حضرت ابراهیم علیه السلام بت‌ها را شکست و نگفت که الان به مقدسات مخالفین اینجا توهین نباید صورت بگیرد. و خداوند متعال در کلمه توحید که اجر و ثواب آن بی حد و بی حساب هست، کلمه لا اله الا الله، اولش نفی آلهه باطله می نماید که هیچ خدایی نیست الا الله بجز از پروردگار عالم وحده لا شریک. لذا بینندگان محترم، ابطال اباطیل در راه احقاق حق این یک قدم خیلی لازم و ضروری هست. و کسانی که میگویند این حرف را نزنید، از عوام الناس اگر هستند اونها از روی نادانی میگویند، اما از معممین اگر هستند اونها از روی کفر و عناد و مخالفت با مذهب حق این حرف را میگویند. آنها میخواهند که زبان تبلیغ تشیع را ببندند و خداوند متعال آنها را لعنت بفرماید. از جمله مطائن عثمان ابن عفان این است که عده‌ای از فساق را بر گردن مسلمین مسلط ساخت و خود جماعت عمریه همانطوری که من برایتان نشان دادم که خودشان روایت کردند که لا یولی فاسقا الا فاسقا مثله الا فاسق مثله، یا لا یولی فاجرا الا فاجر مثله و امثال این که در معنای این کلام مطالب دیگر روایت کردند که انسان فاسقی را بر ولایت و استانداری بر نمی گمارد مگر یک خلیفه‌ای باشد مثل همان فاسق و فاجر. خب بینندگان محترم، از جمله فسقه‌ای که عثمان او را بر سرزمین کوفه گماشت، برادر او ولید ابن عقبه ابن ابی معیط بود که در بیان این که چطور او برادر عثمان بود خدمت شما مطالبی در جلسات گذشته به عرض رسید. و جماعت عمریه روایت کردند که در دو جا خداوند متعال ولید ابن عقبه ابن ابی معیط را فاسق نامیده، یکی در سوره حجرات و یکی هم در سوره سجده. در سوره حجرات آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. در سوره مبارکه سجده افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. در دو جا او را پروردگار عالم فاسق نامیده. سزاوار به ذکر هست که نزد فرقه حقه آیه مبارکه سوره حجرات یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ما روایت داریم که درباره عایشه در قضیه تهمت او به ام ابراهیم ماریه قبطیه رضی الله تعالی عنها درباره عایشه نازل شده و این عایشه است که خداوند متعال او را فاسق نامیده.
علی کل حال جماعت عمریه روایت کردند که این درباره ولید ابن عقبه نازل شده و طبعا نزد ما شیعیان احادیث خود ما معتبر و حجت هست. اما بینندگان محترم، چون اهل بیت علیهم السلام امر فرمودند که در مقام تبلیغ و در مقام استدلال الزموهم بما یلزمون به انفسهم، شما آنها را ملزم بدارید به آن اموری که خود آنها خودشان را به آن ملزم می‌دارند. یعنی چیه؟ یعنی که به آنها استدلال کنید و مچ آنها را بگیرید راجع به اون اموری که خود آنها اقرار به آن دارند و اعتراف به آن دارند. اما نزول آیه مبارکه نبأ درباره ولید ابن عقبه در کتب عمریه، خلاصه کلام این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای جمع زکات، برای آوردن صدقات، ولید ابن عقبه را به سوی قبیله گماشت و ولید ابن عقبه رفت و از نصف راه برگشت و آمد پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دروغ گفت که من رفتم اونها و آن قبیله خواستند مرا بکشند، لذا من فرار کردم، به من زکات ندادن و مرا خواستند بکشند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با سران آن قبیله صحبت کرد و آنها گفتند که این دروغ میگوید، این اصلا پیش ما نیامده و اگر می آمد ما به او زکات میدادیم. پس بینندگان محترم این آیه مبارکه نازل شد. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر یک فاسقی یک خبری آورد، فتبینوا، پس تحقیق بکنید، به حرف فاسق اعتماد نکنید، به حرف انسان فاسق اعتباری نیست. فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، که اگر این کار را نکنید، بله، و تبیین امر نکنید و تحقیق نکنید، پس شما چه بسا که آنها با فاسق خبر اشتباهی آورده و شما با یک جماعتی دشمنی میکنید و از روی دشمنی و جهالت با آنها برخورد میکنید و بعد پشیمان میشید و حسرت میورزید. بینندگان محترم، این مطلب را بزرگان عمریه در کتب خودشان روایت کردند